دلچینی این گوشی هست که نداره از منه از تو نه میرفیشی به چند نمیدی؟ به چند نمی چند نمیدی به نیم ساعت دو تا پینجه 100 ریپیه ی از کی هسته؟ از بابامه از بابا تو نه کسی خو کسه که تو رقیف تو خستا شو ای با کار نیه بفهمیدی برو بخور 100 ریپه بخور کسک بخر بخور سقلیک بخر لباشک بخر بفهمیدی هر چیزی به 100 ریپه دومن خو پر کو 100 ریپه بخور 10 تا 10 میشه بفهمیدی 15 تا 10 میشه بفیشک ای را دست تو به چون مستون یای تو کلاق عوض هوا میایه کلاق میته میام یک بول ناسدی میته میکنه پاپ مثل دریا تا تلویزیون بدیدی میار میگیرم فهمیدی یعنی میته کلاق میایه نول میزنم مجا میره باسمون میره اپیشتو میبره اوست دیر بخو قرار که دیگه برو خرج کن خوبه به پیار خو نگی خوبه اگه میشه پیار تو گفته گوشی ندیدی بگو نه بابا من گوشی چی کار داشتم من گوشی شما رو بر نمیدارم خوبه نمیگی برو رقیف سکو دلچینی تو بیا با سبا بیا بابا تو پینجه دیگه هم میدم خوبه کو بگو به سر پیار خودارم نمیگم برو به سر پیار خوداری نمیگی برو شطور بدیدی بگو خوبه حالا میرم که دیگه با مرتکل بکن دار میگم میرم ماما که بابا پاکو فرتک بزن فلات ایشکی هم دلدارم ادام باشه نگی عباس اشتنی سلام خوبی بخیر سلامتی این برو تو گیلک کجاه؟ برام گیلک آه چه ولا خونه کنیه تو برو سکه گوشی لمسی ازی بستونده به 100 ریپ ازی بچه نادونه بخریده گوشی ما فیلم شخصی عکس شخصی داریم به تا گوشی برو سکه به خونه اگه نیو پیدا کو بیاد گوشی ما فیلم شخصی داریم آخه گوشی بچه نادونه به گوشی چی میفهمن که به 100 ریپ ازی بخریده با گوشی لمسی رنگ کاسه به 100 ریپ میده گوشی ازی بس 100 ریپ پول داده بزو بخرید ازی به 100 ریپ هم نمیفهمه ما چی ولا به خونه برو کنیه سکه به خونه اگه به خونه که بگو بیا که گوشی لمسیر بستون ازی به 100 ریپ گوشی ارزش 100 ریپ ما عکس فیلم شخصی و عکس شخصی داریم تا گوشی آخه بچه نادون این گوشی ازی بستون این بچه نادون چی میفهمه به گوشی که به 100 ریپ ازی بخریده برو سکه به خونه گوشی که ازی به 100 ریپ بخریده این بچه نادون به گوشی چی میفهمه برو سکه به خونه به خونه نیه گیلک کی نه به خونه پیار تا هست برو صدا کو بیا که من خودی گپ زنم خب پیار مستن شدم بفهم چای بخوره پیار باشی دانو برو عجب بودم بیایی بعد دلچینی بابا چه کار میکنیم؟ دستمال میگیرم چره؟ بابا میفهمید که بچه شما چی گل به او داده؟ با چی گل به او داده؟ اشته کشته کار کرده چه کار کرده؟ همین بچه خدایی را میشناسین؟ همسایه آفرین خوب ها بچه از این گوشی بستونده خوب 100 ریپه برای بداده خوب گوشی به 100 ریپه بخریده خوب هنوز اون خدایی را بیاد در سرا میگه بور بابا خوب یک دقیقه بیای حالا به در سرایه؟ ولی میگه پیار خوب بیا خوب باشه من پا خوبشون هم میرم بیای که معطل نباشم خوبه
سلام علیکم. بشتنه خیلی خیلی سلامت خوشحال یا خوبه. خیلی شکر سلامت زنده باشی. خیریت الله. همین گیلک بچه شما همین گوشی از این بچه نادونه بستونده به 100 روپیه بچه نادونه چی میفهمه دیگه پا گوشی استونده. گوشی لمسی ها گوشی کلونه از ما بوده. از ما بوده و از خونه بوده چریت کارا میکنه آخی این بچه نادونه به گوشی چی میفهمه خب شما گوشی خود 10,000 روپیه گوشی به دست بچه ما نخواه ما گفت گوشی به دست بچه ندهیم ولی تو خبر داری علم تو میره مستقبل چی بابا به من کو گیلک به سدیر بداد به دست بگه گیلک گوشیر بستون دیر بداد به سدیر به من راست میگه کوکو آه شدید گلک بوده بدست گوشی گوشی از تو بستون آه چیشو خودیو خودم نچونم چی میفهمه ای به سرا آمده دیگه بسرا نه مدلو تو حاله ماما گوشی 10,000 روپیه قیمت نه گیلک بگیم روی بری بعد نکو که تاج و عکس و فیلم شخصی از خونه داره خوبه کوکو جردن که بیام اون گوشی رو دو میستون میارم در سرشون تعیین میدم شما دیگه چی میگی اگه گوشی ما گم کنی یا به کسمس از او بستون چه کار میشه برکن دیگه ولی برکن بیاره دیگه هر جا باشه برکن پیدا شو میستون میارم در سرشون تعیین سید میکنم گوشی ما شما ماما جو خدا دل جان باشه من میستون رو میارم در سر رو بنم خدا بیا دل والله ما میستون نه باشم کجا بدی گیلا؟ کجا بدی؟ من رفتم با بازار چی کار؟ من رفتم خود گوشی خریدم فلات زدم من فلات خب گوشی خریدی؟ آه. کشته گوشیه؟ مرتکه گو از کم میگیره خوب گوشی نه؟ کی از کی خریدی؟ مرتکه خب اون مردکه که نبود دلچینی بچه همسایه بودک که به 100 روپیه گپ دادی سدی و دست یک گوشی از دستی بستوندی بفهمیدی؟ به تو کی گو دلچینی میده بگیر اگیر مبارک باشه زنده باشه سکو چی میگو؟ چی بگی؟ بابا بالی بومبه بابا باله بومبا بابا پشت بومبه بفهمیدی؟ انوال برو بابا گفت گیلکی بیان بری بگو که بیا یک سدی من بودم بریم هم یکی بستون ارسکی خود دیونه تو هم برو بخو بستو سدی هم من نیستم بری باله بومبا بابا تو بده ها بابا هم یکی بیاری 10 دفعه به اینا گفتم یا آشغالا رو جمع کنه که میگه گمان خراب بشه برف بارش میگم مگر اون سال من دوازم ببم ری سفید مگر اینا رو جمع کنه اون فکر نمیکنه امی عباس و گیله که هرچند که بره از اینا میگه اینگاه که خطی که برو کشیم چی فکر دارم اینا زندگی خواستن فکر نمیکنن که بابا اینا که کارمون باشه اینو جمع کنه پول است که یه مرم کنسی که بابا عباس میگه پول بدن که برو شما یک گوشی بخرن 100 روپیه بابا الان گیلک بیامد سدی بودم که چیکار کنی؟ این میگه بابا میگفته برو با ما یک گوشی بخر به 100 روپیه خب گوشی خیلی و صدیقه گوشیه بابا صدیق بدن که من گوشی بیاره گلاسکی شاید بابا مرتککا دگم برم به ایران برم بدن پول بدن که برو شما نعنام بخرم خب این دیگه عکس هم میگیره عکس میگیرم او روشن بشه عکس میگیره مرتکه گو عکس میگیره خب با مرتکه دکندار بدادم پینجه دادم اون تیار کرد گفت اگه هم داخل پاک شدن اینا هیچی نداره انا گفت انا لازمه بعد که عکس بگیری عکس میگیره خب و چند نیستین؟ 100 دیپه؟ بسادی شما بدن بابا یک گوشان میکنه نه شما عکس که بگیرم شانش بکنه بابا ایش دستگاه میگیره میارزه بابا اگه نمیارزه بابا برم پشتم بابا تبریکی هم واسه بده میدونم سر باشه آره بابا استاشین بابا نه خدمه پیج بره دیگه
به فیس میگه نه دور خواهم که بگی بابا بخنده نه خنده نیست خب میگی بخم نه میخندم برو میتونه بگیر میخندم برو انگار بخیر بابا یک لبخنده بزنی خب میخندم برو بگیرم میتونه میخندم آره خوب عکس خوب حقیقت بگو بگیر عباسی به دست کن یه از کیستین دیتون راست حقیقت باید بگی زنم اول بابا رید مرزی رد مرزی گوشی عدلچینی و چی خود ایران بستندی صدیرم بدیدی و بریو دادی اول بستندی گوشی مردمت تو چه کارو میکنی؟ ها؟ دلچینی به چی خود ایران که بیام به در سرا های بابا های نگو که من تام کشتو میزنم میتونم بیا در سرا ساعت جنجال خودی بس در سرا رو بکنم و بالمه تو چه کارو میکنی؟ راست خود بگم بابا بگو راست بگو گردنم بند باشه خودی بیام با تک کوچه گفتم فروشی هم بچه نازو سرزی با فروشی چی بگه خفه میکنن تو بابا نکن خفه میکن تو چه میکنی؟ در سرا بالما بکن افرای صد البته میکنی چه بابا خودی بابا گفتم تو خورتگاه که کمی کارا خو میکنی از این بچه نازو چیزیه دانه بوی شیر میده او تو چرا میکنی؟ تو چرا میکنی؟ تو رو هم یک حرام میکنی بابا نکن گناه در بابا ایلا چه یه لکو تو یه لکو سخ پر رو مالازی که دیگه این کارا خو نکنه برو دیگه این بطه خونه باید برو میگو شده نه برو دیگه برو بعد میگوشی که برو دست همسایه دو باشه میمیده برو بده دست همسایه دو که دست که سایه دست را بکن دو بالی من پیش من نگیره گوشی بعد نکن که بگیره برو تموزه فکر نمی کنی که مردم بگم بیا همسایه دست تو بداشت شه ما گوشی من تگرم ببرده فلاش سه که پاک هرچی فیلم داشته اگه عکس داشته هرچی داشته پاک کرده جواب از این مرتگه من چی بودم تو با کی بگم برای شما من رنج کرده خدا شما رنج کنه چه گریه میکنی؟ چه گریه میکنی؟ اونو که گوشی بودم به دست دهیم بودم به دستی به تا گوش بزن چری؟ گفتم بگیرم این گوشی شما فلاش زده گفتم خیلی و گناه نفهمیده خوب مثلا به تا گوش بگی میموری هم تا این وردشته بوده گیلک میمیری نوردشه؟ اونو بابا در سرای بابا چه کار کنم دیگه؟ من چی خاکسی رو سخت کنم؟ من جوازی مرتکال چی بودم که به درس رام استاده؟ گفتم گوشی برام فلاش زده نفهمیده باشه به تا گوش من خدا بیش ببر بابا آره به درس رای با اونو به در تک تک میکنه خب چی کنم جوازی چی بودم من؟ کی بود؟ بگم مامو بله ماما جون همین گیلک آدم خورتکاکیه نافهمه نمیفهمه ای از این کلونتر چی مایه بشه حالا بشده دیگه کوکو ماما جیگر گوشی من برده فلاش زده که خیره من اعصاب من خراب شده عباس سرم چپات زدم میمیری رم گم کرده میمیری بگیم به کجا کردی آخه همسایه زری خوب نیه دیگه ما با بالا افتادیم ما حالا میمیری نوردشه بله یا میمیری هم تا گوشی نیه گوشی رم برده فلاش زده حالا دیگه خیره دیگه بازم من سعی میکنم کیسه سعی کنه که میمیری به کجا ماما آخه این تو کارا چی به درد میخوره آخه خورتکاکیه حالا شما خوشحال باشین 10000 گوشی شما چی خوشحال باشه ما گوشی نوردیم ما شما گوشی خورماستون بفهمید موضوع گپ پینه من سعی میکنم کیسه رو تلاشی کنم سعی کنم بکنم میمیری پیدا کنیم مقصد ما با دست عباس ری خود کنیم ری میکنم باشه با چه پا دیگه با بزنیم نمیزنن گودم اعصاب من خراب بود گیلک بیام دیو سیل لات میکردم نه همه چی آدم اعصاب خراب باشه دیگه گوشی من فلاش زده میمیرید گم کرده عباس هم بیام به من میگه فلاش زده با سعی میکنم میمیری نیه دیگه اعصاب آدم خراب نمیشه خیره کوکو جون ما رو عفو کنیم بیا
نه خوب حال اعصاب دن خرابه که چپات بزدم حالا که میمیری پیدا کنی دست عباس خب با ری دست عباس ری میکنم اگر اون مخ میزنه میمیری گم شده